این بهترین راهیه که میتونید با یه نفر بحث کنید بدون اینکه بهش بر بخوره. تکنیک هفتم تو روابط عمومی رو یادتون بدم. مثلا همسرتون پیشنهاد میده ما باید ماشینمون رو عوض کنیم. عوض اینکه مستقیم بگید این چه فکر مسخره‌ایه، ماشینمون مگه چشه، داره کار میکنه دیگه، که اون احساس بدی نسبت به فکرش و در نهایت خودش بکنه. مهم اینجاست که موضوع بحث رو تبدیل کنید به یه جسم ثالث و فقط راجع به اون بحث کنید. یعنی بگید منم خیلی دوست دارم یه ماشین بهتر سوار شیم. بیا لیست خریدامون رو اولویت بندی کنیم، ببینیم خرید ماشین اولویت چندممون میشه. همیشه تلاش کنید ایده یا موضوع بحث رو از شخصیت طرف جدا کنید. یا مثلا دوستتون میگه من میخوام بیت کوین بخرم، به جای اینکه بگید دیوونه شدی میخوای پولاتو به باد بدی، بگید بیت کوین هم میتونه یه روش سرمایه گذاری باشه، ولی آیا بهترین روشه؟ چه روش‌های دیگه ای رو بررسی کردی؟ میبینید بحث اومد سر روش سرمایه گذاری، یه جسم ثالث، نه فکر شخصی طرف. اینجوری خیلی منطقی میشه راجع به هر تفکری یا پیشنهادی بدون احساس بحث کرد و به نتیجه رسید.